چگونه سنگ یک انگشتر یا گردنبند را موکل دار کنیم؟ تا فقط ورد را زمزمه کنید موکل حاضر شود و اجابت کند، فوری و بدون هیچ بهایی. رزق بیکران و برکت الهی، عشق فراوان و جذب محبت همگانی، شانس و اقبال و گشودن دروازه بهشتی، محافظت و نگهبانی از مال و جان شما و تغییر تقدیر و سرنوشت شما. برای انجام آیین احضار و موکل گذاری در روز جمعه یک شمع سفید و عود خوشبو روشن کنید. روی کاغذ سفید این طلسم را کتابت کنید. نام خود و مادرتان را بنویسید. این ورد را زمزمه کنید: امار لخا شدوئیل بشم الوهی تساعد. به انگشتر یا گردنبند فوت کنید. سپس طلسم را با شعله شمع بسوزانید و انگشتر را به دست و گردنبند را به گردن بیاندازید.